امروز میخوام شما رو با یه ماشین خیلی خاص آشنا کنم. خودرویی که برای عاشقان رانندگی ساخته شده. آستون مارتین والور. این ماشین نه فقط یه عدد تو جدول مشخصات فنیه، بلکه یه تجربه است. یه تجربه‌ای که آستون مارتین باهاش سعی کرده قدیمی‌ترین و ناب‌ترین حس رانندگی رو دوباره زنده کنه. پس یه فنجون چای یا قهوه بیارید و با هم بریم قدم به قدم سراغ والور. آستون مارتین در سالی که 110 ساله شد خواست یه کاری متفاوت انجام بده. نه فقط یه ادای احترام سطحی، بلکه یک خودروی محدود، دستساز و پرمعنا. والور دقیقاً برای جشن 110 سالگی برند طراحی و تولید شد و فقط 110 دستگاه ازش ساخته شد. یعنی هر دستگاه نمادی از یک سال از تاریخ آستون مارتین. به انتخاب این تیراژ و همچنین روی آوردن به تجربه رانندگی کلاسیک نشون میده که والور بیشتر یه پیام احساسی به هواداران بوده تا محصولی صرفاً رقابتی. تیم کیو دیویژن آستون مارتین هم در این پروژه حضور فعالی داشته تا هر جزئیات بدنه و کابین رو برای مشتریان خاص بهینه کنه. بریم سراغ بخش فنی که خیلی منتظرشه. والور از یک موتور V12 52 لیتر توین توربو استفاده میکنه که حدود 705 تا 715 اسب‌خورد توان و در حدود 753 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. نقطه متمایز اصلیش اینه که موتور با یک گیربکس دستی 6 سرعتی ویژه جفت شده. یعنی شما واقعا باید دنده بزنید. حرکات دستتون و هماهنگی شما با موتور بخش بزرگی از تجربه است. این ترکیب بزرگ پیشرانه و جعبه دنده دستی در دنیای امروز بسیار نادره و والور تلاش کرده همون حس کنترل کامل رو برگردونه. بدنه برخلاف بعضی سوپر اسپورت ها کاملا جهت عملکرد طراحی شده. استفاده از پنل های فیبر کربن و شاسی تقویت شده برای ترکیب استحکام و کاهش وزن. اعداد همیشه جذابند، اما آستون مارتین تاکید کرده والور برای ارقام ساخته نشده، برای احساس ساخته شده. با این حال برای علاقه‌مندان وزن حدودی ماشین در بازه 1780 کیلوگرم گزارش شده. شتاب 0 تا 100 در حدود 3 تا 3.5 ثانیه و سرعت نهایی بالای 320 کیلومتر بر ساعت اعلام شده. با این حال آستون بیشتر از اینها در مسیر رانندگی و حس انسانی تعویض دنده اهمیت داره و ثبت رکوردها. خب حالا ببینیم مزایای جذاب این ماشین چیه. تجربه رانندگی انسانی و مستقیم که در کمتر خودرویی میتونید پیدا کنید. صدای V12 و پاسخ موتور که لذت شنیداری رو احساسی میکنه. تیراژ بسیار محدود که ارزش کلکسیونی ایجاد میکنه. طراحی منحصر به فرد که ترکیبی از کلاسیک و مدرن رو ارائه میده. حالا معایبش چیه؟ قیمت بسیار بالا. والور برای خریداران عمومی نیست. مصرف سوخت و هزینه نگهداری بالا به خاطر پیشرانه بزرگ، محدودیت در دسترسی، اکثرا واحدها پیش فروش فروخته شدن. ممکنه برای استفاده روزمره در ترافیک شهری کمتر راحت باشه نسبت به جی تی های مدرن. والور نشون داد که هنوز تقاضا برای خودروهایی وجود داره که احساس رو ازش میدونن. حتی وقتی قیمت و مصرف در اولویت‌های دیگران باشه، این حرکت میتونه الهام بخش تولید نسخه‌های محدود بیشتر باشه یا حداقل نشون بده که آستون مارتین توان پاسخ مشتریانی دنبال تجربه رانندگی هستن رو داره. ارزش کلکسیونی والور هم احتمالاً در آینده افزایش پیدا می‌کنه، به خصوص اگر نگهداری فنی و مستندسازی هر دستگاه درستی انجام بشه. خب حالا بریم سراغ مقایسه‌اش با چند تا از رقیباش. ونتاژ V12. والور بیشتر روی احساس و سفارشی سازی تمرکز داره. ونتاژ معمولاً چابک‌تر و کمی عملیاتی تر. حالا از سوپر اسپورت های ایتالیایی رقبا ممکنه اعداد بالاتر یا فناوری های پیچیده تر داشته باشه، اما والور با گیربکس دستی V12 داستان متفاوتی تعریف می‌کنه، با مدل هایی که به سمت الکتریکی شدن میرن. والور یادآور دوره‌ایه که موتور احتراق داخلی قوی هنوز قلب بازار رو میزد. تخمین‌های قیمت از حوالی 1 میلیون پوند تا بیش از آن بسته به سفارشات متغیر بود. اما بیشترین نکته اینه که تولید کاملا محدود بوده و اکثرا فروخته شد. پس بازار دست دوم این خودرو هم احتمالاً خاص رقابتی خواهد.
والور برای من یه بیانیه است. هنوزم میشه در دنیای مدرن خودرو ماشینی ساخت که روح رانندگی قدیم رو به آدم برگرده. این ماشین برای کسی که عاشق تعویض دنده، صدای V12 و حس کنترل کامل رو میخواد ساخته شده. نه برای کسی که فقط دنبال سریع‌ترین شتاب یا بیشترین فناوری باشه. اگر شما از اون دسته که رانندگی براتون معنی داره، والور یه پیشنهاد وسوسه‌انگیزه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین و سابسکرایب هم یادتون نره. و نظر بدین که دوست دارید دفعه بعد والور رو با کدوم ماشین مقایسه کنید. پورشه، لامبورگینی یا شاید یه کلاسیک انگلیسی دیگه.